این هفته خبر تو خبر داره براتون. از تلپ شدن شیخ فرید توی داووس برای دست و پا کردن بطری‌های جدید زهر که البته اونجا هم از توسری خوردن بی نصیب نموند. اما مصاحبه شبکه خبری CNN آمریکا با رئیس جمهور دو حاشیه قابل تأمل هم داشت. یکی این که وقتی از آقای روحانی درباره شرایط جدید رابطه ایران با آمریکا سوال شد و رئیس جمهور در جواب شرط به وجود اومدن این شرایط جدید رو کنار گذاشتن اقدامات خصمانه و مداخله جویانه دولت آمریکا دونست، شبکه CNN در شیطنتی رسانه‌ای تصاویر مربوط به دیدارهای قبل از انقلاب مقامات ایرانی و آمریکایی رو پخش کرد. حاشیه دوم هم پوشش غیر رسمی مجری برنامه در مصاحبه با رئیس جمهور کشورمون بود. روال بر اینه که مصاحبه هایی در سطح رئیس جمهور با لباس رسمی انجام بشه. حتی در میان برنامه‌ای که از قبل ضبط شده بود و در این مصاحبه پخش شد، لباس مجری رسمی بود، اما در خود مصاحبه مجری از لباسی غیر رسمی و کاملا ناهماهنگ استفاده کرده بود. یکی دیگه از وعده‌های خشکیده روحانی داستان آزاد شدن فیسبوک بود که وزیر ضخیمش هم توش یه صفحه داشت و به همین خاطر این چند وقته هی بحثشو می آوردن روی میز. آقای مرادی، شما که دستتون میرسه لطفاً یه زحمتی بکشین و به اون دوستانتون بگین این شبکه مجازی رو هم رفع فیلتر کنن تا بعضی از وزرا و مقام‌های دولتی هم بدون فیلتر شکن راحت برن خبراشون رو منتشر کنن. اما ته خط این هفته مهر ممنوعیت فیسبوک و توییتر رو کوبیدن رو پیشونی دولت اعتدال تا معلوم شه که در زمینه سانسور فرقی با اسلافش نداره. البته جای نگرانی نیست، چون الان میدون شبکه‌های اجتماعی به طور دربست در اختیار شبکه مداحان ولایت قرار گرفته. وزیر کشور بعد از این مقدمه خواسته هاش رو با مداحان در میون گذاشت. به نظر بنده تأثیرگذارترین شبکه اجتماعی و جریان اجتماعی شما هستید. شما میتوانید بهترین تأثیرگذاری رو در حوزه روانی رو اینا داشته باشید. این بچه منه، لباس پاره میکنن بدن کسی ها. ببین پاره کردن لباسو. یه مداح تاثیرگذارم این حرفو برداشت و اینجوری تاثیر گذاشت. سیدانه بیدن چکه باره دو زد بزن چشنو آها آزمان حالا تو بگو به من کفگارگی رو کجا تو خوردی. آزمان مثل خر تو چمن چریدی و باز بارم نبردی. تیوی ریش تقدیم میکنند آنچه شما خواسته اید، متنوع ترین برنامه ها برای همه سنین و همه ملیت ها. کانال اول آخوندی که عربی فک میزند. أريد أن أبين ملخصا من أهم النقاط التي. کانال دوم آخوندی که انگلیسی فک میزند. You know, for example, if God Almighty recommend you to marriage, it means that marriage makes you more closer to God Almighty. حالا ببینیم چه حرف مهمی رو داره به زبون‌های مختلف بلغور میکنه. اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، این قسمت هایی که ما میشوریم، به خصوص این قسمت های دست، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک با آب خنک تحریک میشن و باعث شادابی انسان میشن. با یک دوش آب خنک هر روز افسردگی و اضطرابشون از بین میره. اینقدر این اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک مهمه. نه آب سردی که باعث آسیب بدن بشه، نه، آب خنک. همه جور سوتی توی برنامه‌های تیوی ریش دیده بودیم، فقط مونده بود توی جدول پیشبینی آب و هوا که اونم چنان سنگین اومدن که خود تیوی ریش هم شاکی کرد. و البته همزمان هواشناسی داشت دمای هوای شهرستان‌ها رو نشون میداد. به عددا و ترتیبشون نگاه کنید.
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 میرسه به یزد با 66 درجه. ملت باید الان پخته باشن که. اینم یه کنسرت بدون ساز توی شترگاه پلنگی به نام تیویریش. نشون دادن ساز ممنوعه ولی پانتومیمش رو میشه بازی کرد. معلوم نیست خودشون رو مسخره کردن یا بازم خودشون. سوال کنکور مشنگا: یه آخوند ولایت مدار از چه چیزایی تشکیل شده؟ از 3 قسم لباس رایت تشکیل شده. 1 لباده یا همون قبا که الان ما لباده پوشیدیم، بعضی دوستان قبا میپوشن. 2 عبا از عبا و 3 عمامه. و این لباس نشانی چیه؟ لباس مقدس روحانیت، تاج ملائک. اگر توفیق باشه نشونه تقواست. جوان طلبه‌ای می‌خواست لباس روحانی بر تن کنه اما فکر می‌کرد که براش تو جامعه مشکل ساز میشه. نظر منم همین نظریه، واقعا همین مشکلات هست. حالا این لباس چجوری برای آخوندهای حکومتی مشکل ساز میشه؟ مثلا اینطوری: محل کاره. بعد از اینکه یه آخوندی به این ریخت و قیافه در اومد، برای اینکه بخواد بره تو جلسه خبرگان باید چه ویژگی داشته باشه؟ که هر جد که جلسات که ما داریم بعضی علما هستن، یکی اول وقت میاد، یکی وسط وقت میاد، یکی آخر وقت میاد، یکی به قلب لشکر میزنه، یکی زودتر نیم ساعت زودتر میاد میگه شما چرا نمیاد، من میگه چرا نمیاد. میگن آدمایی که میخوان قهرمان بشن باید سیگار نکشن. آدمی که باید قهرمان بشه باید مشروب نخوره. آدمی که باید قهرمان بشه صبح باید از هوای آزاد استفاده کنه، نه که دراز بخوابه تا ظهر بخواد قهرمان بشه. آقای قهرمان خواب‌آلود، شکم گنده، این به درد نمیخوره. از اونجایی که آخوند باب طبع این یارو یافت می نشود، یک سری بسیجی‌ها رفتن تو فکر تولید نسل جدید آخوندها. حجت الاسلام روبوکوب: 2 رکعت نماز صبح میخوانم قربتاً الی الله. الله اکبر. افتخاری پیدا میکنن جز سربازان امام زمان میشن. مسئولیتی پیدا میکنن، باید مراقب تمام اعمالشون باشن. در مقابل هر افتخار مسئولیت هایی است. هر چه افتخار بیشتر باشه مسئولیت هم سنگین تره. خب لباس جدیدتون مبارک باشه. میرسیم به یه سوال سرنوشت ساز. شما توی یه استکان چای چی میبینید؟ وقتی که یک استکان چای دست من یا شما میدن چه میبینیم؟ خیلی که ببینیم، خیلی که بفهمیم این است که کمرنگه یا پررنگه، کمه یا زیاده، سرده یا داغه. چشمهای ما تا همین حد قد میدن. حالا اهالی بصیرت توی لیوان چای چی میبینن؟ اما یک چشمهایی هستن در عالم میگن ببین توفاله ها اون پایینند. جدیدترین متدهای تربیت بچه از زبان حجت الاسلام بولداگ، متخصص تربیت حیوانات وحشی. از نظر خوب دقت کن، تربیت اونی که برد بیشتر داره گوش کن، هیکل بابا ننه، تشخیص بده او را از نظر پیکرش که پیکره انسان است یا حیوان جنگلی است. زبان حال پیکره‌ات، هیکلت، فهمیدی؟ با او داری تربیت میکنی بچه تو. و این هم یک متد دیگر تربیت بچه با الگوی آقای ووپی. چگونه بچه خود را شلخته بار بیاریم؟ ببینید خیلی طبیعیه که تا 4 سال حتی بعد از بلوغ فرزندان ما دارای نظم حیاتی باشن. یعنی پس اشکالی نداره اتاقش ریخت و پاش باشه، اون خودش میدونه چه. و خیلی بدتر از اون اینه که ما مادرها گاهی اوقات مثل مهاجمین حمله میکنیم به اتاق فرزندمون و اونو تمیز میکنیم.
وقتی میاد در واقع ما نظم حیاتی اتاق اونو ریختیم به هم. تفلک هیچی پیدا نمیکنه، مامان جزوم کجاست، مامان جورابای من کجاست. یعنی کلافه کردیم، این حمله است. و حالا رویارویی یک بچه با عنصر مهاجمی به اسم جاروبرقی. What are you doing? Are you gonna vacuum? هفته گذشته این فیلم در یوتیوب خیلی صدا کرد. یه بچه 2 ساله استرالیایی که قبل از راه رفتن اسکیت بازی رو یاد گرفته. حالا اگه اسکیت بازی یه بچه 2 ساله عجیب به نظر میرسه، پس به این چی باید بگیم؟ اولش فقط یه پسر شیطون رو میبینم که میخواد بره لودر بازی. اما چند لحظه بعد مثل یه راننده لودر با سابقه خاک رو جابجا میکنه. به این میگن دست به فرمون مادرزاد.